این اتفاق توی محلمون افتاده بود تقریبا 10 سال پیش. توی شهرمون یه دکتر داشتیم که متأهل بود ولی با یه دختر آنلاین آشنا شده بود و باش رابطه داشت. خلاصه یه روز طبق معمول همیشه با دختره رفتن توی مسافرخونه. دختر رفت حموم تا دوش بگیره ولی دوش گرفتنش زیادی طول کشیده بود و نیومده بود بیرون. بنابراین دکتر میره توی حموم و اونجاست که میبینه دختر رو کف حموم سر خورده و بر اثر ضربه شدید مرده. اما نتونست به پلیس زنگ بزنه چون اونجوری خیانتش لو میرفت. باید وجهه اجتماعیش رو حفظ میکرد و خب زن و بچه هم داشت دیگه. واسه همین یه کار وحشتناک و غیر قابل باور انجام داد. بدن دختر رو قطعه قطعه کرد، گوشتش رو ریز ریز برید تا حجمش کم بشه و بعد شروع کرد به خوردن دل و روده و گوشت اون دختر. بعد همومو کامل شست. باقی جسد و داخل چمدونش قرار داد و از مسافرخونه رفت. میدونست جنایت فجیعی کرده. بعد از اینکه دکتر مسافرخونه رو ترک کرد، 2 پذیرشگر مسافرخونه با هم مشغول صحبت شدن. دختر دیشبی عجب چیزی بود و خوب شد تو همومش دوربین گذاشتیم. لااقل میتونیم فیلمش رو نگاه کنیم. و فیلمو باز کرده بودن و یکی از دوستام چند وقت پیش ازدواج کرد. طفلی با مادر شوهرش زندگی میکرد و اونم خیلی بهش غر میزد. خب باید بگم که دوست من یک کمی توپلی بود و به خاطر همینم مادر شوهرش دائم سرزنشش میکرد و نمیذاشت غذا بخوره. مسخره بود. وقتی اینو شنیدم توی کافی شاپ باش قرار گذاشتم و دیدم اصلاً حال روز درستی نداره. واسه همین ازش پرسیدم چی شده و بعد چیز ترسناکی بهم گفت من نصف شب گشنم میشد و نمیتونستم تحمل کنم. واسه همین وقتی مطمئن میشدم مادر شوهرم خوابیده و داره خور و پف میکنه یواشکی میرفتم توی آشپزخونه و از توی یخچال غذا برمیداشتم و میخوردم که یه بار حس خیلی بدی پیدا کردم. فکر کردم یکی داره نگام میکنه. واسه همین سرمو چرخوندم و دیدم مادر شوهرم وایساده و داره بهم ظلم میزنه. داشت مثل یه هیولا از خودش صدا در می آورد. ولی مادر شوهرم هنوز خواب بود. این اتفاق به تازگی برام افتاد. داشتم از بانک برمیگشتم سمت خونمون که یه نفر از پشت سر صدام کرد. برگشتم و دیدم یه مرد 40-50 سال است. موهای ژولیده و بلندی داشت که تا شونش میرسید و کلی جای زخمای کوچیک و بخیه هم روی صورتش بود. راستش خیلی استرس گرفتم. ولی خودم رو جمع جور کردم و ازش پرسیدم کمکی میخواید آقا؟ اونم گفت اگه میشه یکم غذا بهم بدید، یه بچه 5 ساله گشنه دارم. ولی یه جورایی غیر نرمال بود. طرز حرف زدنش اصلاً به بدبختا نمیخورد. خیلی هم تون اینا رو میگفت، انگار از قبل دیالوگش رو حفظ کرده بود. با گیجی بهش نگاه کردم و بعد با استرس بهش گفتم ببخشید من باید برم. و سریع از اونجا رفتم. هی! هی! همینجور منو صدا میزد و چون جوابشو ندادم شروع کرد به داد و فریاد زدن. اینقدر ترسیده بودم که وقتی رسیدم در خونم ازش رد شدم و رفتم توی خیابون دیگه. اون روز هوا خیلی گرم بود و به خاطر همین شهرمون خلوت بود و همین هم جو رو ترسناک‌تر میکرد. حالا که بهش فکر میکنم میبینم چقدر وحشتناک بوده اون روز. حتی نمیدونستم از کجا اومده. دیگه صدای پاشو نشنیدم ولی وقتی به عقب نگاه کردم مرد دوی طرفم و دوباره گفت غذا بده.